موسی علیه السلام میگه یک روز در کوه طور وقت به خداوند صحبت میکرد، گفت ای پروردگار، گفت من در این تورات میخونم که یک امت، یک گروه انسان به دنیا را میآیند که هر دعایی که کنن تو دعاشون قبول میکنی. ای پروردگار، گفت همین امت من بگرد. زمان پیش میگه دعای خاصی پیغمبرها بود، فقط پیغمبر حق دعا کردن داشت. ای پروردگار، همین امتی که هر امت در هر جای دعا کنه دعاش قبول مینی، امت من بگردون. میگه خداوند، گفت ای موسی، گفت امت محمد ای پروردگار، یا امت به دنیا را میاد که در هر جای نماز بخونه نمازش قبول میکنی. زمان پیش در غیر مسجد عبادتگاه در دیگه جا نماز رخصت نبود، اجازت نبود، مردم نمیتونست که در خانهش، در سر زمین، در بازار، در هر جا نماز بخونه، فقط خاص برای عبادت مسجد بود. ای پروردگار، همین امتی که در جای عبادت کنه قبولش مینی، امتی من بگردون. میگه خداوند، گوی ای موسی، گوی امت محمد ای پروردگار، گوی امتی را وصف میخوانم که حق خودت زکات برای اونها اجازت میتی استفاده بردن شه. پروردگار، همین را امتی من بگردون. زمان پیش میگه زکات هر انسان بایها وقت زکات جدا میکردن در یک بلندی میموندن شو، ای دوری نگاه میکردن، وقت خداوند زکاتشون قبول میکرد میگه اون چیز خود ای خود در میگرفت میسوخت. اگر قبول نمیکرد میگه اون تا می استاد بعد صاحب زکات میگه چند وقت گریه میکرد، دعا میکرد که ای پروردگار، من گناهام ببخش، این زکات ما قبول کن. بس بعد خداوند گناهش میبخشید، میگه بعد چیکار میکرد؟ زکاتش قبول میکرد. گوی پروردگار، یا امتی را میاره که زکات برای او درست میشه، همین را امتی من بگردان. میگه خداوند، گفت که ای موسی، گفت این امتی محمد گفت. میگه در آخر امت خون، گفت ای پروردگار، یا امتی به دنیا را میآیه که در روز قیامت 70,000 به حساب جنت میروه، حسابشو نمیکنی، بپرسیش جنتشو میدراره. همین را امتی من که. میگه خداوند، گفت که امتی محمد وقت این قدر و مقامه. میگه حضرت موسی در تورات خون، بعد گفت که ای کاش که ای پروردگار، من کلیم نمیکردی، موسی کلیم الله نمیکردی، یا امتی محمد میکردی. این قدر و مقام و مرتبه به این امت داده، من ای بیخبر بودم. روز حضرت موسی میگه صحبت میکرد، گفت پروردگارا، گفت وقتی که من با تو صحبت دارم صدا تا بی یگار شک شنیده استادم، در بین ما یگان خبربر خبرآر نیست، جبرائیل نیست، به واسطه جبرائیل راستکی صحبت داره. من فکر مینم که ایمن در بنده نداره که به ذات تو قریب باشه. و ای پروردگار، یگان بنده داره که نسبت به من به تو در قریب تر باشه. میگه خداوند، گفت که ای موسی، گفت در آخر زمان حبیب من محمد به دنیا را میارم. امتهای او، گفت برای اونها 1 ماه روزگیری را فرض میگردون. رمضان وقتی روزه میگیرن، گفت روزی رمضانشون به ویگه میرسونن، وقتی افطار کردنشون میشه یا لقمه را در دستشون میگیرن، انتظاری میکشن که کی وقت افطار میشه. وقتی که وقت افطار رسید، بعد میگن که اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگارا، من برای تو روزه گرفتم، با گفته تو باور دارم، توکل ما به تو سپاریدم و این رزق دادگی تو من افطار میکنم، روزم میشم. گویا ای موسی، لحظه که من به تو صحبت دارم، در بین من خودت 70 پرده های، اما وقت افطار کردنش در بین من امتی محمد فقط تنها یک پرده های. خلاص اگه خودت گو خلاصه تبرار، بین من و تو 70 پرده، بین من امتی محمد تنها یک پرده های. خلاص در دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و آله میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون، و خاطره که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال 1 رکعت، 20,000 سال 1 رکعت، بسیار نماز طولانی دراز. وقتی نماز تیار کرد، میگه دعا کرد، گفت پروردگارا، یگان بنده داری که به اندازه من تر عبادت کرده باشم، تا عبادت زیاد وقتی دراز. میگه خداوند گشت گفت که ای جبرائیل، گفت من تو را و تمام هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمده صلی الله علیه و سلم. گفت امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد، عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش. در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه، همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های در نماز، فکرش در کار دنیا های، نمازش به زوری میخونه، مجبوری میخونه. گو ای جبرائیل، به خاطر حبیبم، به خاطر محمد، گفت
همون در رکعت نماز امتی او که پرای کمبودیه ای 40,000 ساله تو بهترش میدونم گفت. همون در رکعت نماز پرای کمبودی را ای 40,000 ساله عبادت تو بهتر میدونم. یعنی ببینه که خداوند چی مقام چی قدر برای ما داده است. باید که ما با قدر این نعمت ها برسیم که خداوند این قدر مرتبه و مقام برای دیگه امت ها نداد و دیگه پیغمبرها را نداد. الحمدلله که خداوند خودش ما را در قرآن تعریف میکنه، وصف میکنه، میگه کنتم خیر امت اخرج للناس، ای امت های محمد شما فخر کنید، میگه شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته. 124,000 امت گذشتگی ای در بین 124,000 امت میگه ای امت های محمد شما بهترین امت هستی. در شب معراج وقتی جناب رسول الله به خداوند صحبت میکرد گویا پروردگار من بهترین پیغمبرها امتم بهترین امتها، چی سبب ای که امت من در آخر دنیا به دنیا را آوردی و برای چی که برای امت من عمر کوتاه دادی. میگه خداوند گفت که ای حبیبم، ای محمد، گفت امتی تر در آخر دنیا به دنیا را آوردم که چی کم در خاک خواره و در گور کم خواره، وقتی که بندگی کرد اندک وقت بزگره و ایس قیامت شد و در حال با او را در جنت بدرارمش. نباشه ای دور حضرت آدم و نوح می بودی ولی 4-5 هزار سال شد که این لحظه در خاک خواب بودی و عمر کوتاه دادم برای امتت که در دنیا کم گناه کنه، در دنیا گناهی کم کنه. ببین که خداوند مهربانشه. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و میگه که اهل الجنت 20 و 100 صف 80 من هذه الامه، میگه در روز قیامت جنتی ها 120 صف میشوند. اگه خداوند عددی وارا خودش میدونه میگه 80 صف جنتی ها امت های منن. 120 صف 80 تاش امت های منن، 40 صف دیگهش امت های دیگه پیغمبر ها. نگاه کنه که چی مرتبه و مقامی بلند. یا در حدیث دیگهش میگه ان الجنه حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، میگه جنت درمدنش حرامه برای تمام پیغمبرها حتی که من ندارم. میگه و حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امتی، میگه برای تمام امتی گذشته درمدن جنت حرامه تا امتی من در اون نداره. ببینید فضیلت و مقام و مرتبه خداوند برای ما داده است، باید به قدر ای برسیم، شکرانه شه به جا بیاریم. جنت برای حتی در آیتی که در سوره وضحا خونده ولسوف یعطیک ربک فترضی، خداوند گفت در برابر گناهکارای امتت ای محمد گفت ترای خودم راضی میگردم، چنده که شفاعت کنی کدومشه که بخواهی من ای دوزخ خلاص میدم به سبب شفاعتی تو. میگه جناب رسول الله را پرسیدن که در کدام حالت ای پروردگار راضی میشه؟ گو ان لا ارضا و واحد من امتی فی النار، گو من ای پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمونه، اگر یک امتم در دوزخ بمونه گو من ای پروردگار تا آخرون گناهگار امت مگو ای دوزخ نگیرم من جنت نمیرم. ببینه دلسوزی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی در روز قیامت جبرائیل میگه ای خاک میخیزونش میگه قم یا حبیب الله، قم یا صفی الله، ای حبیبی خدا، ای صفی خدا، ای نبی خدا بخی ای خاک. میگه جناب رسول الله میخیزه. بعد خدا میگه ای جبرائیل او را به این ما فریاد نکن، او را بگو که بخی ای غمخوار گناهگارا، خب بگو یا شفیع المذنبین، ای دلسوز غمخوار گناهگارا بگو. میگه وقتی حضرت جبرائیل میگه ای شفیع ای غمخوار گناهگارا، جناب رسول میگه ای خاک میخیزه، خاک ها ای ریش ای رخساره هاش میریزه، میگه هر سو میکاوه. جبرائیل میگه چی میکاوی؟ میگه امتام در گجاهن، من در خاک خواب بودم خداوند به امتهای من چی کرد، اونا را گجا برد، اونا همش امید شفاعتی من نداشتن. و میگه جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله یکمین شخصیت ای خاک خیست است تی امتات همه خواهن. میگه جناب رسول الله میگه ای جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله، میگه امروز میون من محکم میبندم از قفای کار بار گناهگارای امت میشه. ببینه که چی پیشوای دیرسوز در روز قیامت تمام پیغمبر میفته نفسی نفس ای پروردگار خود ما خلاص کن. حتی حضرت ابراهیم میخسته میفته که الهی ای پروردگار میفته انا خلیلک ابراهیم، من دوستی تو من ابراهیمم، در دنیا با مقام خلیلی رسوندیم، در آخر گفتی سلاما علی ابراهیم، ای ابراهیم تو به سلامتی رسیدی که ای امتحان من سلامت گذشتی، من همو ابراهیمم، لا اسألک الیوم اسحاق ولا اسماعیل، من امروز اسحاق اسماعیل بچه ها مایت نمیپرسم، خود مای عذاب خلاص کرد. پروردگار میفته که
میگه خلیلی، میگه ابراهیم هل رأیت خلیلا یعذب خلیله، میگه ابراهیم یگان دوست دیده که دوست عذاب داده باشه؟ میگه پروردگار قهر غضب تر دیدم، دوستی خود فراموش کردم. تمام پیغمبرها حضرت یعقوب میگه پروردگارم یوسف که ای داغش سوختم و کور شدم، اما یوسف امروز در کارم نیست. خودش میدونه جواب گویش، خود خلاص کرد. تمام پیغمبر میگه که نفسی نفس، ای پروردگار نفسی خود خلاص کرد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله گریه کرده، میخسته ایجاش می اومده به نزد عرش پروردگار، سر در سجده می اومده، با چنان میگه میگریسته که ای گریه جناب رسول میگه عرش و لوح و قلم همه در گریه میزدن، جنت و دوزخ همه در گریه میزدن، میگه در لرزه میزدن. حتی میگه عرش میگه که ای پروردگار این محمد چیزی میگه بتیش که گریه ای دلهای ما را پاره پاره کرد، دیگه طاقت شنیدن گریه را نداره. جناب رسول الله میگه که ای پروردگار، میگه من امروز رنگ دیگه پیغمبرها نفسی خود من نمیپرسم، من ای امتها میپرسم، امتها ما ای عذاب خلاص کن. بعد خدا میگه که حبیبی محمد، میگه ای جانم ای محمد، میگه ارفع رأسک، سرت بردارک، سرت بردار ای سجده، دیگه گریه نکن، بردار سرت. قل یسمع، بگو چیزی میگوی گوشت میکنم. سل تعطى، بپرس چیزی میپرسی برای تو میتونم. و شفاعت و شفاعت که امروز شفاعت کنندتی. وقتی همه را حساب کتاب میکردن، میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی دیگه پیغمبرها و مؤمنها میبردن در جنت داخل میکردن. یک گروه گناهگارای امت خداوند برای نشون دادن که اگر همین پیغمبر تو نمیبود حال شما بود چی بود، عذاب شما چی بود، دوزخ میبرده. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت داخل شدگان، قطعی حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح دیگه پیغمبرها در گیردش، میگه جناب رسول در یک تختی بلند نشسته، حضرت آدم در طرف راست، حضرت نوح در طرف چپش، در حدیث میزگره. بعد میگه در همین حالت حضرت جبرئیل با پل صراط میگذره، نگاه میکنه که یک گروه گناهگار امت در عذاب در دوزخ. بعد اونا میگفتن که ای جبرئیل، برای حبیب ما را، پیغمبر ما را، این حالت ما خبردار که ما در دنیا با امید شفاعت او بودیم، خودش رفته است در جنت در راحت، ما در عذاب میجا، برای خبر که حال ما را برای پیغمبرمون. میگه جناب وقتی جبرائیل میرفته است در جنت، میدونه که جناب رسول الله در سرش یک تاج نور موندگی، حضرت نوح در یک پیمانه جنت، میگم شربت های جنت ریختگی داده شده، در دست شما ناخورده عالی. بعد جبرائیل میگه که ای محمد، میگه تو در عیش عشرت در خوشحالی امت در عذاب. میگه وقتی جناب رسول الله سخن میشنیده، همون چیز ایدش میافتاده، میگه ایدش میافتاده، میگه یک گروه امت در دوزخ در عذاب. اونا گفتن که ما با امید شفاعت او بودیم، خودش در راحت، ما اینجا در عذابیم. میگه جناب رسول الله میخسته بالای تخت نور، دو میگرفته است دروازه بیرون جنت بیرون بسنی دوزخ. وقتی دو میگرفته، میگه خداوند امر میکرده که یک تخت نور رو ببره سوار شد، دیگه سوار نمیشته جناب رسول الله. پروردگار امر میکرده که ای آدم تمام پیغمبران میگه قفاش بدوی. اما پیغمبر میگه قفاش می اومدن بازی دروازه دوزخ تا، او دروازه بوم میگه که خداوند دوزخ تا برای شما حرام گردونده، ممکن نیست، اجازه نیست در مدن شما. جناب رسول الله گریه میگه من باید بدرم حال امتام ببینم. وقتی که میگه هیچ چیز میگه، بعد خداوند میگه اجازه است پیمانش بدروه. در راهی میکردن، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه دیگه پیغمبران میدرمده حال امت میده که در عذاب. بعد میگه پروردگار میگه برای چی که همراهی همین امتام نآوردی من عذاب دیده تا ای حال اینها خبردار شن. وقتی اینها در دوزخ بودن که جا من جنت بود. جناب رسول الله شفاعت میکرده همون گناهگارا را، تا میگه یک انسانه که میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، تا همون انسان میگه ای دوزخ خلاص نکنم من جنت نمیرم. یعنی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی مقام بزرگ در نزد خداوند داره که پروردگار وعدش کرد که در برابر گناهگارای امت من ترا راضی میکرد. یعنی به قدر این پیغمبر باید ما برسیم، ما باید این پیغمبر دوست بداریم، ما باید اطاعتگر پیرو ای سنت ای پیغمبر باشیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و میگه من احیا سنتی فقط احبنی، کسی سنتی من زنده کنه او من دوست داشته، و من احبنی کان معی فی الجنه، کسی من دوست بداره همراهی من در جنت. حرکت کنیم که